سینا کمالی هستم، تحصیلگر هنر کودک و نوجوان. واقعیتش فکر کردم این جلسه رو بپردازم به پیش درآمدی بر رویکردهای آموزشی و اساساً بگم رویکرد آموزشی از کجا برخواسته است و الگوی آموزشی تفاوتش با رویکرد آموزشی چیه و همینطور به اهمیت آموزش در جغرافیای یک کشور بپردازیم که اساساً سیاست‌های هر کشوری چگونه رویکردهای آموزشی و الگوهای آموزشیشون رو تعیین میکنن. خب رویکرد آموزشی گرفته از فلسفه یک گونه اندیشیدنه، یعنی نوع فلسفیدنی رو که ما نسبت به انسان، نسبت به هستی، نسبت به زندگی، نسبت به آموزش داریم، اون رویکرد رو مشخص میکنه و هر رویکرد آموزشی یک الگوی آموزشی داره. یعنی اینجوری در نظر بگیریم که رویکرد آموزشی بخش تئوری یک رویکرد میشه و الگوی آموزشی در بخش اجرایی و عملی ایفای نقش میکنه. بنابراین ما چگونه میتونیم این در واقع پرسش هایی که در ذهن هر کسی که در کار آموزش هست و رویکردهای آموزش رو میشناسه پیش خواهد آمد که ما چگونه میتونیم رویکردهای آموزشی رو مرزهاش رو مشخص کنیم و از هم تفکیکشون کنیم و چگونه میتونیم ما پایبند به رویکرد خودمون و فلسفه تفکر خودمون باشیم، اما گاهی اوقات از الگوهای آموزشی رویکردهای دیگر بهره مند بشیم و در الگوهای آموزشیمون از اونها استفاده کنیم. خواستم اینو بپردازم بهش که قبل از اینکه در برنامه‌های پیش روی خودمون در آینده بخوایم مفصل به هر الگوی آموزشی و هر رویکرد آموزشی بپردازیم، بیایم و اینو در نظر داشته باشیم. یعنی با فرض بر اینکه ما میدونیم رویکرد آموزشی چیه، با فرض بر اینکه میدونیم الگوی آموزشی چیه و الگوهای آموزشی چگونه هستن و در هر کشوری و در هر جغرافیایی متناسب با سیاست خودش در واقع اون رویکرد آموزشی برگزار میشه و شکل اجرایی میگیره به خودش، این رو در نظر داشته باشیم که در نظر بگیریم حکومتی که یک حکومت توتالیتر است و حالا اصطلاحاً پدر سالارانه است، میاد و الگو و رویکرد آموزشی خودش رو در واقع قرار میده بر نوع رویکردی که اسکولاستیکه، یعنی که در واقع یه جورایی دین درش نقش داره، دین محوره و خب در سده‌های میانه و در قرون وسطی از این رویکرد آموزشی خیلی بهره می‌بردن در آموزش در واقع مقاطع مختلفشون، حتی در مقاطع دانشگاهی و آکادمیک. این نظام‌های اسکولاستیک نظام‌هایی هستند که هنوزه در یک سری کشورهایی که نظام‌های دیکتاتوری دارن و توتالیتر هستند کاملا اجراییه، به دلیل اینکه اونها در واقع میخوان دین و مذهب رو در بستر زندگی، در بستر آموزش جاری و روان نگه دارن، به دلیل اینکه رویکرد و فلسفه تفکرشون نسبت به انسان، نسبت به هستی، نسبت به آموزش یک تفکر در واقع دینی هست و مذهبی هست. بنابراین خب ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم در کشورهایی که سیاست آموزش رو تعیین میکنه بیایم و در نظر بگیریم در کشوری که سیاست در واقع پدر سالارانه هست به نوعی بیاد و رویکرد آموزشی خودش رو انسانگرا بذاره که مبتنی بر آزادی، مبتنی بر فردیت و مبتنی بر خلاقیت، مبتنی بر توانمندسازی، مبتنی بر در واقع خودگردانی افراد هست. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم. بنابراین خواستم اینو در نظر داشته باشیم که سیستم های آموزشی در واقع از نوع یک فلسفه‌ای برمیاد. اون فلسفه قابل تعمیم در واقع بخش سیاست، در بخش اجتماعی، در بخش اقتصادی حتی، و اون نوع اندیشیدن در واقع یک جوری چتر خودش رو باز میکنه و در تمامی زوایای یک منطقه جغرافیایی یک کشور خودش رو در واقع سلطه خودش رو پهن میکنه و پخش میکنه. بنابراین با فرض بر این که ما اینها
ها رو میدانیم که خاستگاهشون چیه، چگونه عملکرد دارن و در واقع مثلا الگوی آموزشی مونتسوری چیه، الگوی آموزشی رجو امیلیا چیه، الگوی آموزشی والدورف چیه. اینها هر کدومشون چی هستن و پشتشون چه فلسفه فکری نهفته. یعنی من به عنوان کسی که یک رویکرد انسانگرا دارم نمیتونم که موافق باشم با جنگ، نمیتونم موافق باشم با تخریب محیط زیست، نمیتونم که در واقع موافق باشم با در واقع زورگویی و دیکتاتوریسم. بنابراین این خیلی مهمه که ما بدونیم که اصلا نگاهمون به زندگی چیه تا بعد بیایم رویکرد خودمون رو انتخاب کنیم. و در واقع نمیتونیم اینجوری بگم، نمیتونیم که در واقع فعال و کنشگر محیط زیست باشیم و بیایم الگوی آموزشیمون رو مثلا مونتسوری برداریم، به دلیل اینکه خب میدونیم مونتسوری بیشتر وسایلش، تمامی وسایلی که استفاده میشه در این الگوی آموزشی استفاده از چوبه، در واقع از این در واقع متریال چوب تمامی بخش‌های آموزشیشون و ابزارهای آموزشیشون برگرفته از چوب هست. بنابراین من نمیتونم که انقدر تضاد داشته باشه الگوی آموزشیم با رویکرد آموزشیم، با فلسفه‌ام. خواستم اینو مد نظر داشته باشین و با یک نگاه وسیع‌تری بپردازیم به این رویکردهای آموزشی و مطالعه الگوهای آموزشی اونها. خیلی زود شروع می‌کنیم به مطالعه رویکردهای آموزشی که به 4 یا 5 تا رویکرد مهم می‌پردازیم و الگوهای آموزشیشون رو بررسی می‌کنیم، سیر تحولشون رو بررسی می‌کنیم و بعد بین اونها انتخاب می‌کنیم که کدومشون با فلسفه ما، با برداشت‌های ما نزدیکه و می‌تونیم اونها رو در واقع به عنوان رویکرد آموزشی خودمون و بعد در پیاده کردن الگوی آموزشی از اونها بهره ببریم. قلبتان آرام و پرمهر باشه. تا زود.